ایالات متحده آمریکا ترتیب دادن روابط دانشجویی را تغییر داد. CNN خبر داده است که دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا به سفارت‌ها و کنسولگری‌ها توصیه‌ها ارسال نموده است، از جمله درباره آنکه داوطلبان گرفتن روابط دانشجویی را در سمت مناسبت ضررآور نداشتند نسبت شهروندان این کشور فرهنگ و شرط‌های اساسی بسنجند. از داوطلبان خواهش کرده می‌شود که در شبکه‌های اجتماعی پروفیل‌های خود را سازند. ذکر گردیده است که دسترسی محدود به حضور آنلاینی میتواند همچون کوشش پنهان کردن فعالیت معین تفسیر کرده شود. این نه تنها به شبکه‌های اجتماعی بلکه به همه دیگر معلومات‌های داخل دارد که توسط سیستم جستجویی و ذخیره‌های آنلاینی پیدا می‌شوند. اینچنین پایگاه معلومات‌های نسنجیده می‌شود که بخش کنسولی به آن دسترسی دارد. توصیه‌های نو نه تنها به آنهایی که بار اول برای گرفتن روابط دانشجویی مراجعت می‌کنند بلکه به آنهایی نیز داخل دارد که می‌خواهند روابط خود را تمدید کنند. پردیفن هاب هنگام دردسر درد بوغم و دندان‌ها توصیه داده می‌شود. پردیفن از شرکت وگافارم. پردیفن هاب را از داروخانه‌ها پرسان شوید.